والله کاکل چنگت بگیرم جان. اینجانی بادم خان مقامی بلند پایه امارت به شدت اسلامی در خدمت هستم، بفرمایید. آدم خان صاحب کمک کنین، کمک. چی گپ است اونجا؟ خیریت است؟ کی هستی تو؟ چی؟ جمیل قدری او کی است؟ من نمیشناسم. آدم خان خودش است همون یوتیوبری که من میگفتم. چرا غلمغل میکنی؟ چی گپ شده؟ آدم خان صاحب ما بودم مرا میخواید دیپورت کنه، پلیس اینترپول، پلیس بلژیک، تمام پلیس های دنیا دنبال است، مرا میخواید دادگاه بکشنه. ولی پلیس بگیره به دادگاه بکشه، بس چی میشه؟ صاحب بدبخت میشم، دیپورت میشم، در افغانستان من روان میکنه. و ما گفتیم چی کار میشه. خب بیا دیگه در افغانستان بیا، فهمیدی که ما خدمتت کنیم، ما فهمیدی پرچی کرمیزم برایت پن میکنیم، برای ما قهرمانم جور میشی. بیا منجی فهمیدی ما خودیم به دیستت گرفتم میبرم ده پیش ملا حیبو، فهمیدی همونجی بخی یک مقامم برایت میدم. چی؟ راست میگین؟ بله ما برایت وعده میدم. ما بسیار خوشم میآید از این کسایی که برای خودشان زندگی اروپایی میخواه، زن بچه خودشان میخواه در مکتب بره، اما برای مردم افغانستان زندگی تحت حاکمیت ما رو میخواه. بیا که در بغل تنگت بگیرم، بلای کاکلای چنگت بگیرم. بیا که در بغل تنگت بگیرم یار الله. الو چیکار میکنی؟ کجا شد؟ جناب بقایی گریب چی میگه؟ بدبخت شدی، مالی چیکار کنیم؟ دا امکان نلره. چی امکان؟ من کیم لیلا و لیلا کیست من، ما یکی روحی من در دو بدن. بیا که